نمایندگان دفتر ریاست جمهوری افغانستان از جامعه بین الملل خواستند در صورت خشکسالی برای تامین اهالی با مواد غذایی کمک کنند. مقامات بلندپایه افغانستان با نمایندگان یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل و برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل در یک نشست در شهر کابل مسئله تقسیم کمک‌های غذایی در شرایط خشکسالی و مدیریت یکجای بحران احتمالی را بررسی کردند. برنامه آذوقه سازمان ملل گفته است ممکن است که سال روان جنوب و شرق افغانستان به خشکسالی و کم‌حاصلی و نارسایی غذا دچار شود. در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان مردم بیجا شده داخلی با برگزاری تظاهرات خواهان کمک‌های غذایی شدند. تظاهرگران میگویند حکومت به آنها وعده داده است که برای بیجا شدگان کمک‌های غذایی تقسیم می‌کند، ولی سال گذشته این کارش را قطع کرد. در نتیجه عملیات نظامی ارتش پاکستان برای محو جنگجویان در ولایت وزیرستان شمالی در 8 ماه گذشته تقریباً 1 میلیون نفر از مردم منطقه‌های قبیله نشین خانه‌هایشان را ترک کردند. در شهر دوشنبه برف زیاد پایتخت را سفیدپوش و کار نقلیاتی شهری را مشکل کرد. مرکز هواشناسی تاجیکستان گفت احتمالاً بارش برف در منطقه‌های کوهی ادامه می‌کند و خطری ترمه زیاد می‌شود. روز 24 فوریه در نتیجه ترمه در نزدیکی ناحیه عینی 2 نفر جان دادند. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان آثارخانه نوی بالت باز شد. در این آثارخانه دستاوردهای رقاصان بالت کشور به نمایش گذاشته شده است که اکثریتشان در زمان شوروی سابق شهرت یار گشتند. در شهر بیشکک از سال 1942 تئاتر اپرا و بالت فعالیت می‌کند.